زعفران افغانستان که هست تقریبا طبیعیه نسبتاً به دیگه کشورها. زعفران بیتریه، نتیجه خوبی هم بداده، دیگانا زحمت هم زیاد میکشم، نتیجه خوبی داده، مشتری ها زیادی هم داره برای خارج. فعلا خوبه، رشدی هم بیشتره، سال به سال افزایش داریم. امسال تقریبا 30% از پارسال افزایش داشته. در بازارهای جهانی پس زعفران افغانستان مارکت خوبی داره. مارکت خوبی داره، بیشترین خریدار هم از افغانستان داره بازارهای خارج که هسته، به خاطر از اینکه طبیعیه. یک منطقه افغانستان که هسته نسبتاً به می زعفران کشته و خوب جواب داده، خوب رشد میکنه، حاصل خوبی میده. زعفران که هست سن زعفران داریم، یکی سوپر نگینه که مو اولیونه، نگین دیومیونه، پوشاله که باز پینتر از همگیه. خوبه، قیمتی هم بستگی به بازار داره، گاهی تا 1,05,000 80 90 همیته. فعلا 95 سودا میشه هر کیلوی، همین سوپر نگینی. زعفران که هست همین ایراد کلن به حساب کشتی خوبه. قوریون خود داخل شهر ایراد، اطراف شهر، پشت زرقون، اینا بیشترین کشت داره، کشت خوبه. 100% به زیر نظر باید دمیت خوب اساس اینا پروسس شه. شرکت های کلان داریم، شرکت نگین، شرکت طلای سرخه که اینا بیشترین زعفران اینا صادر میکنن و به همون استاندار اینا پروسس میشه، بسته‌بندی میشه، فرستاده میشه به خارج. زعفران وقتی که چینده میشه خشک میشه، باز اینا بسته‌بندی میشه. یعنی مثل اینکه به دستگاه میندازن خشک میشه، دیگه تا وقت هر وقت که باشه 1 سال 2 سال 3 سال زعفران دیگه میره. بسیار زعفران افغانستان خب به تمام جهان صادر میشه، ولی 80% زعفران افغانستان به هندوستان آمد میشه. 20% دیگه کشورهای خلیجی مثل آمریکا، کانادا، عربستان، این کشورها صادرات میشه. روز به روز الحمدلله که از انکشاف میفته، فهمیدیم زیادتر میان داخل کار زعفران، یعنی زیاد استفاده میشه زعفرانی روزا. روز به روز کشت هم زیاد میشه، صادرات هم زیاد میشه. یعنی ما هم کشت ما قبلا 20 ریب الان شده 300 ریب 400 ریب. مثل ما چند تا شرکت دیگه هم رو به کشت روی آوردن، یعنی کشت اینا افزایش یافته. شکر خدا صنعت زعفران در حال انکشافه. نمایشگاه زیاد تاثیر زیاد داره. ما نمایشگاه خلیجی زیاد رفتیم، مثل ترکیه رفتیم، دبی رفتیم، عربستان رفتیم، به هندوستان نمایشگاه رفتیم و بیشتر مشتریایی که ما داشتیم از این نمایشگاه بود. این نمایشگاه خیلی تاثیر قرار داشت. مشتریایی که ما داریم بیشتر از این نمایشگاه بود که جذب کردیم ما. زعفران خود چیز با ارزش است و باید ما هم یک پکیج خوبی برای زعفران داشته باشیم. نمیشه که داخل یک پلاستیک بی ارزش باشه. ما بیشتر روی بسته‌بندی خود کار میکنیم، چون کیفیت ما که است به تمام جهان معلومه که زعفران افغانستان کیفیت بالاه. ما فعلا روی بسته‌بندی خود تمرکز داریم که یک بسته‌بندی خوب چیز جذابی برای مردم ارائه کنیم. اتحادیه زعفران افغانستان متشکل از 110 شرکت در تمام افغانستان، البته 75 شرکت که عضویت اتحادیه در ولایت هرات داره. 28 ولایت افغانستان که در کشت زعفران صورت میگیره، چی شرکت های و انجمن های اینا و همه عضویت اتحادیه زعفران افغانستان داره. اتحادیه ما مرکز از به ولایت هرات، همین جایی که ما و شما قرار داریم فعلا مرکز اتحادیه ولایت هرات، به خاطر از اینکه 95% کشت زعفران افغانستان به ولایت هرات صورت میگیره و همچنین 90% هم صادرات زعفران افغانستان از ولایت هرات میشه و به تعداد 40,000 نفر ما مصروف
کشت و برداشت زعفران داریم که بالای 2.5 هکتار جریب زمین در سطح افغانستان کشت زعفران تا حال صورت گرفته. خوشبختانه که امسال دیاغین شرکت ها و تجار دیگر سکتورهای خصوصی ولایت هرات و افغانستان بیشتر توجه اینا و سر کشت زعفران صورت گرفته که همین روزا ما در حال کشت زعفرانیم که زیادی از شرکت ها ما شرکت هایی داریم که تا 100 جریب 200 جریب آماده کردن برای کشت زعفران در سال 1405 که ما حال که در سال 1404 قرار داریم انشالله که کشت زعفران به تدریج گسترش میافه. این رو به شما گفته میتونم که چون قیمت زعفران امسال نسبت به دیگه سال بالاتر بود، توجه و زحمت کشی دیگانا بیشتر سر زعفران بود که چون زعفران وقتی که قیمت میشه مردم بیشتر کوشش میکنن که به شکل بیتر از زمینا خو برای تولید خو برای برداری بکنم، کوت بیشتر بدم، آبیاری بیتر بکنم، خشابه بکنم. این سال ما پیش بینی داریم که انشاءالله تولید ما به بالای 60 تن زعفران خواهد رسید. سایه تحت کشت ما سال قبل زیادتر بوده و همچنین دیغانا ما بیشتر زحمت کشیده و همچنین قیمت زعفران که بالا بوده، اینا همه تاثیر میگذاره به سر تولید زعفران و سر زحمت دیغانا که بیشتر توجه میکنن، کوشش میکنن و این سال که حال ما و شما قرار داریم انشالله سایه بیشتر تحت کشت زعفران خواهد رفت. طوری که ما با شما یادآور شدم که 95% کشت زعفران در ولایت هرات و 5% در دیگه ولایت افغانستان. میزان تولید ما هم همه قسمه، یعنی 95% از این 40 تن ما تولید ما ولایت هرات بده، 5% یا 5% به سایر ولایت افغانستان. خوب به هر صورت زعفران افغانستان جایگاه خود به مشتریای خارجی خود پیدا کرده. خوشبختانه که زعفران افغانستان 9مین سال میشه که از نگاه کیفیت مقام اول به جان گرفته، نام و شهرت خوبی پیدا کرده. دیگه هنوز هم ضرورت که زعفران افغانستان به خارج از کشور بازاریابی بشه، معرفی بشه که وظیفه دولت افغانستان که با همراه شرکت ها ما او همکاری داشته باشند، زمینی بازدید و زمینی نمایشگاه فراهم کنم برای شرکت ها ما که تا که باشه که زعفران افغانستان از بیشتر شناخته بشه و ما مشتری های بیشتر به دست بیاریم. الحمدلله زعفران افغانستان شهرت از او به جهان بسیار به شکل خوبی معرفی شده و از نگاه کیفیت که انشالله ما از وقتی که برداشت میکنیم تا سال قبل که با آخرین برداشت زعفران ما با آخرین فصل تولید ما که هست یعنی 2 ماه دیگه ما باز به برداشت نو که میرسیم، زعفران افغانستان برو دست تجار ما نمونده. یک مونده باشم به مقدار بسیار کمه. مشتری ما زیاد داریم و یک سلسله مشکلات هم سر راه تاجرها ما هست، انتقال پول و سیستم بانکی افغانستان که پول نمیتونم به صورت صحیح در بدل زعفرانی که به خارج از کشور به فروش میرسانم او پول با آسانی به دست بیارم. بسیار با هزینه‌های و کمیشن‌های گزاف او پول خور اینا میتونم که به دست بیارم. مفاده که اونا دارم بیشتر از او به بانک‌ها یا به صرافی‌ها اونا مگرم پرداخت کنم که این پول بیارم. این مشکلات اگر سر راه زعفران افغانستان برداشته بشه انشالله دیگان ما سودی بیشتر میبره، تاجر ما که تجارت زعفران رو پیش میبره او هم فایده بیشتری میگیره. یک سلسله این مشکلات های سر راه زعفران افغانستان هست و همچنین یک موضوع دیگه، مشکل دیگه که ویزای، چون شرکت ها ما داد و ستد زیاد کردن از وقت سابق و حال به شرکت های خارجی مثل به هندوستان، اسپانیا یا زعفران از اونا اونجا بنده یا پول از اینا اونجا قید مانده
شده. متاسفانه که زمینی ویزا به اینا فراهم نیه که اینا ویزا داشته باشند که برام اونجا یا کدام قرارداد رسمی اونجا به امضا برسانم یا دریافت پول یا زعفران که اونجا قید مونده او خلاص میکنم. یک مشکل اساسی سر ویزا شرکت ها قرار داره که زمینی ویزا به اونا فراهم نشده.